نیام سگایش هیچ کس در قصر نیست. کاکای اویگاری را از کجا بفهمم جان؟ ای که زینب در این دنیا خواهر اصلی علی و پیلوت است. چی میخواین از من؟ بگی. دست و پایم کاملا بسته است. توقع داریم تو 6 تا منتظر باشم؟ اگر نیاز باشه بله. کسه نیست. پدر اینا کی هستن علی ها؟ دخترم اینا کی هستن؟ ارام کنه چی میخواین از من؟ نه ارام کنه. خب او قسم یک است که خدا پیش از او هیچ وقت اینقدر بیچاره حس نکرده بودم. به تو آدمیتون به سر مادر و پدرم قسم میخورم که اجازه نمیتون بار دیگه قسم یک چیز تجربه کنی عزیزم. چشمابی من چیزایی که سپری کردی جبران نمیتونم، اما به خاطر که به یاد نیاری هر کاری که از دستم بیایم میکنم. کل خوشی های دنیا رو پیش قدمایت میارم برات وعده میتونم. وقت تو مرا این قسم دوست داشته باشی من کل چیز از ذهنم پاک میکنم. برات وعده میتونم تو را خوشبخترین خانم دنیا میسازم عزیزم. چشمابی من. پیلوت ما باید برم پدرم. حالا شاید زنگ بزنم. بسیار خوب. شب بخیر. چشمابی من. بله. تو را زیاد دوست دارم. مام دوست دارم. های علی خان، من زیاد به تشویش دخترم شدم. ناوقت شده برش یک بار زنگ بزنی؟ زنگ بزن دل ما میچارم. نه زنگ بزن. ببین علی خان، اگه بازور اختطاف کنن من دیگه تحمل نمیتونم. دانتا بخیر واسکو. توبه. زنگ میزنم. ما آمدم. ای 1000 بار شکر. خوش آمدی دخترم. دوی جانم از تشویش مردیم. تو کجا هستی دیگه؟ راستش چه قسم بگویم برتان؟ بگو. سیفدار اختطاف کردن. چی؟ یا الله رحم کو. بازم به خاطر پیلوت است نه؟ پیلوت کت سیفدار چی ارتباط داشته میتونه پدر؟ سر شوهر سابق شک دارن. محاله درباره خانم خیریه فکر میکنم. وای خانم بیچاره چقدر جگر خون شده باشه بسیار سخت است. کسی میفهمه که سرش تیر شده باشه مثل ما. بار دیگه قسم یک چیز شاید نمی باشین. هر چیزی که شد کلش ده گذشته ماند پدر. انشالله دخترم. بیادر چی کنه؟ واضح است که چی میکنیم. کار را که شروع کردیم خلاص میکنیم. هیچ چیز را دست نزدی. نانم آرام نخوردی.
خانم دویگا، هیچ از یادم نمیری. هیچ. خسته نباشین. تو دا اینجا چی کار داری؟ آمادیم کار نیمه تمام من خلاص کنم. دویگو را گرفته از اینجا. تو چی میگی ها؟ مادر به پلیس زنگ بزن. پلیس. میگم دخترت همراه ما میره، نشنیدی؟ اینه جای بردن نمیتونی یک شهر بپرسان است. علیان دخترم جایی نبرید لطفا. دخترم جایی نبرید لطفا. با دخترم خرد نگیرید لطفا. علیان لطفا بخیز. خیره چی میشه؟ دخترم غرض نگیرید لطفا. خودت میفهمی خاله جان. مادر میرال میرال نخیر میرال اینه که خواب بد دیدی چی شده؟ برام بگو چی شده؟ میرال تو خوب هستی؟ دویگو صبح بخیر پدر. علیان جان چی شده؟ ما میرم که روی ما بشویم. مادر چی گپ شده؟ پدرم چرا قسم طرفم سیل میکرد؟ چی بفهمم دخترم؟ چند دقیقه پیش خودید او حادثه را تا هنوز فراموش نکرده دخترم. تو چای صبح تیار کردی دویگو جان؟ ما و سارپ میریم. متوجه باشی که سیفدا هیچ جایی فرار نکنه. با او یک ذرام نباید ضرر برسانین. فهمیدی؟ خوب است. حال سارپ کجاست؟ او در پیش دروازه منتظر درست است. سیفدا پیش شما امانت است. فکر کن. پدر امروز همراه شما یک جای با دکان رفتم میتونم؟ علی طفل از تو یک چیز را پرسان میکنه. تو کدام چیزی گفتی بچه؟ با دکان رفتم روی کامپیوتر گیم بازی میکنم پدر. اما من امروز به دکان نمیرم بچه. باز یک وقت دیگه میریم، درست است؟ ببین برات وعده میتونم وقتی که به دکان رفتیم باز کشتی را که خاله سیفدایت برات گرفته بود اورم از دکان برات میارم، درست است؟ واقعا پدر جان؟ بله اما امروز میرفتیم. بله یعقوب برام بگو چیز پیدا کردی؟ پیدا کردم علی. موتر که سیفدار اختطاف کرده بود جایش تثبیت کردم، اما حال ده حالت حرکت است. درست است. همیاله برای مادرسش روان کن. درست است، روان میکنم.
موتر فعلا در اطراف بایکوز دالا حرکت است. شاید به جایی که سیفدار را پد کده به اونجا میره. تا حالا شاید علی خبر شده باشه. حتما از پشتشان رفته. تشویش نکنین آقا. اویگار اگه از اونجا نجات پیدا کرد باز دستگیرش میکنیم. انشالله جان. تو متوجه باش. درست است آقا. متوجه هستم. صدقه رد بلاس، صدقه رد بلاس، صدقه رد بلاس. ملا صاحب خدا داد تو چی میکنی؟ صدقه رد بلاس ملا صاحب. صدقه رد بلاس. شما گفته بودین نه؟ ما هر چیزی که دارم ندارم کلش خیرات میکنم ملا صاحب. کافی است که خداوند از شما حفاظت کنه. تشویش نکنین. از دیشه و بیس و هر چیزی که دارم کلش خیرات کده میرم. سیفدا خواهر دوباره به خانه میایه. سیفدا خواهر چیزی نمیشه. تشویش نکنین. زنده باشی خدا داد. تو فقط دعا کو که سیفدارا چیز نشه. دعا کو کور من نجات داده بتانم. من همیشه به شما دعا میکنم. دعای من همیشه به شماست. سیفدا خواهر پس میایه او چیز نمیشه ملا صاحب. صدقه رد بلاس، صدقه رد بلاس، صدقه رد بلاس، ای صدقه رد بلاس، صدقه رد بلاس. خانم سیفدا کجا میرین؟ راستش دلم تنگ شده. میخوای برون بیرون چند دقیقه قدم بزنم. ببخشن اما آقا گفت که نباید بیرون بریم. نه خدا به زحمت نسازن. خوب است. اگه خواهش کنم برام یک گیلاس هوا آورده میتونی؟ البته. در داخل چی گپ است؟ ببینم که کی است. اینجا چی گپ شده؟ بدا بچیم که فرار میکنه. یعقوب موتر بالاخره استاد شد علی. آدرسشان بر تراون کردم. در کجاست؟ بایکوس. در یک جای از جنگل بایکوس. حتما سیف دارم اونجا نگاه کردن. من همیال اونجا میرم. تحمل کو سیفدا. تحمل کو. من اونجا میایم نجاتت میدم. پیلوت. دی صبح وقت. تو کجا میری؟ کار دارم بیادر. درست است. فهمیدم. کار داری که میری. اما چرا با ما چیزی نمیگی بیادر؟
مشکل چی است که بفهمیم؟ توبه وقت پیش استاد علی میرسی با مسئله دریا خروشان میشی. بچه‌م با استاد علی چی ربط داره؟ تو چی میگی؟ با هر صورت دقیقش نشو. حتی دخترمو برات خواستگاری کرد. فقط که بگی مانه او آدم از جمله خانواده‌ت است. بچه‌م تو چی چطیات میگی؟ ها؟ تو درباره قسم کارا چی میفهمی؟ چه قسم کارا ها؟ تو درباره چه قسم کارا گپ میزنی پیلوت؟ با امر خدا و قول پیامبرش دخترتانه به بیادرم پیلوت میخوایم، یعنی همیره گفتن نمیتونستم. میتونستی. میگفتی اما باز چی میشد بدت؟ ها؟ علی خانم نمیخواست دختر به تعمیر میخواستی؟ چرا باید نمیداد بیادر؟ بچم تو چرا خودم را استاد علی مقایسه میکنی؟ او آدم استاد است. استاد علی در منطقه یک اعتبار داره. در منطقه اعتبار داره. موضوع بحث ما اعتبار منطقه نیست پیلوت جان. اعتبار در چشم تو است. بچم نه که تو به استاد علی حسادت میکنی ها؟ چرا حسادت کنم؟ توبه احمق، تو بیادرم هستی. دی زندگی تو یگانه شخصی هستی که به من نزدیک هستی. تو چرا امرای دیگر را خود مقایسه میکنی؟ حالا برو چای صبحت بخو. گشنگی سر تو زیاد تاثیر کرده. ای که چی میگی اج نمیفهمی. درست است پیلوت. حالا علی خان جان تو آماده نشدی جانم؟ من میبینم. دی صبح وقت کی هست دیگه؟ پیلوت؟ دی صبح وقت ده اینجا چی کار داری؟ پدرت زنگ زده بود گفت بیا مام آمدم. میخوای چی برات بگویه؟ پیلوت اینجا بیا. سرپای اونجاست. خوش آمدی. بیا. خوش آمدی. بیشی. دویگاه دخترم تو هم بیشی. اگر بدون پیدا کردنش برگردیم از بین میریم. اویگور ما را از بین خود بیبی پیلوت. بفرمایین آقا علی خان. گپ زیاد دراز نمیکنم. ما به شما یعنی با ملالی هم گفتم که درست است، اما بعد از او زیاد فکر کردم. این موضوع نامزدی دیگه خلاص شد. پدر؟ علی خان تو چی میگی؟ دخترم بعد از اختطاف شدن تو هر صبح ما با کابوس بیدار میشم. اگه یک دقیقه گام دیر کنی باز قلب مادرت درد میگیره. اما تو نیست میرال. دختر ما با ما زیاد بارزش است پیلوت. از ترسی که سرش کدام بلا نیاید جان ما مبرایه. تو هم کمه ما را دیگه درک کو بچیم. مادر تو هم خو یک چیز بگو لطفا. حالا ما چی بگویم دیگه؟ در درک او روز ما کشیدیم، فقط خود ما و خدا میفهمیم و بس.
مادر تو هم؟ گپم هنوز خلاص نشده. علیحان پدر، حال دیگه چیزی نیست که کابوس ببینین. ما زندگی سابق ما در گذشته ایلا کردیم. خب کدام زمانتی است که زندگی پشت تو را اعلام میکنه ها؟ نه، دخترم اختطاف شد. ما بار دیگه نمیخوایم که این کابوس به خانوادیم نشان بتم. به همین خاطر این کار خلاص شد دیگه. تو هم درک کو. پدر شما چی میگین؟ ما چیزی را که باید میگفتم. علیحان پدر ببینین، پیلوت در این موضوع تصمیمم جدی است. سریع گپ بحث نمیکنیم. بار دیگه نمیخوایم تو دویگو را با هم ببینم. بدون دویگو زندگی نمیتونم. نمیشه. هیچ چیزی را که گفتن هیچ امکان نداره پدر. هیچ. تصمیمم قطعی از دخترم. این کار دیگه خلاص است. بار دیگه همراهی پیلوت نمیبینی. از روزی که مردی همیشه با این باور بودم به جایی که رفتی از اونجا مرا میبینی. بازم مرا میبینی مادر. بازم مرا میبینی. چیزایی را که شنیدم هیچی قسم با اون مقابل شب و میره فکر میکنین. من چی قسم مقابل شو؟ از پدرم چی قسم پرسان کنم که چیزایی را شنیدم راست است یا نه؟ میترسم از جوابایی که باید بشنوم. زیاد میترسم. خدایا من چی کنم؟ سینان کدام خبر گرفتی؟ پلیس کدام چیزی را پیدا کرده تانست؟ نه مادر، درباره خواهرم هیچ خبر نیست. ما خواهرم چه قسم پیدا کنیم؟ ما چی کنیم مادر؟ مادر کجا میرین؟ من پیش علی میرم. شاید او کدام چیز پیدا کرده باشه. مادر جان. بله زینب. سینان من هیچ خوب نیستم. زینب چی شده؟ سینان لطفاً بیا. به تو زیاد ضرورت دارم. لطفاً بیا. امیال پیشت نه.
دخترم تا یه وقت اینجا چی میکنی؟ بس نیست. چی بس نیست مادر؟ ناق در چرت و فکر و غرق هستی دخترم. بیبی خودت میگی که بازم علی پشت او دختر رفته بود. او پیش تو نمیاد، تو را دوست نداره. چرا پشتی گپا را اعلان نمیتی دخترم؟ نه دیگه مادر جان، من نمیتونم که اونا را اینجا تنها مونده برم. ای خدایا تو خودت به من صبر بده. مادر، پدرم چی وقت میایه؟ نمیفهمم بچیم، باور کو که نمیفهمم. اما هیچ وقت پیش ما نمیباشه، همیشه کار دارم. من ریلاکده میرم. جان مادر، باور کو اگه مجبور نباشه هیچ وقت از پیش تو جایی نمیره. اون آمد، پدرم آمد. علی جان صبر کو. پدر؟ پدرم نیست. بیا برگکم. ما علی را کار داشتم، اما فکر کنم در خانه نیست. بله نیست. با پیدا کردن دخترتان رفته. سیفداره پیدا کرده تا نیست؟ نمیفهمم، اما تنها چیزی را که میفهمم این است که شما چقدر انسانای بیروی و بی‌شرم هستین. به خاطر چی؟ چرا این قسم گپ میزنین؟ من نفهمیدم. چی شده؟ نیک جگرخون شدین، اما وقتی از آدمه که شوهرتان بچه‌ش به قتل رسانده از او کمک میخواین باز جگرخون نمیشین؟ ببینین، مادری هستم که به تشویش دخترش است و کوشش داره او را پیدا کنه. پیش از همه چیز مادر هستم. شما هم خود مادر هستین، باید مرا درک کنین. بله ما مادر هستم. او هم یک مادره که به خاطر شوهر تو اولاد خودت دفن کرده. پیش از هر باره که شما به کمک نیاز می داشته باشین باید ای گپه به یاد بیارین. پشت شوهر ما خانواده ما ایلا کنین. ما به خاطر اینجا آمدم که علی سیفداره پیدا کرده تانست یعنی. ما به خاطر پرسان کردن درباره. چرا ای گپه از پلیس پرسان نمی کنین؟ برین مشکلتان با اونا بگوین، اما از ما دور باشین لطفا. سیفدا حالا سیفدا توی کارم میتونی. نجات پیدا میکنم. خدایا کمکم کن. شکر. عذر
میکنم کمکم کنین. مرا اختطاف کردن، با سختی فرار کردم از دستشم. به خاطر رضای خدا کمکم کنین لطفا. بالاشو خواهر. زنده باشین، زنده باشین. چی شده؟ نیکی وقت کرده؟ نه همراه ما بازی کردن. اویگار ما را در جایی غلط آورد. بسیار زیاد تشکر بیادر. واقعا خداوند از اردوتان راضی باشه. بسیار تشکر. خواهش میکنم، وظیفه انسانی ماست. زنده باشین. از شما خواهش کردم میتونم برای موبایل بتین باید یک بار زنگ بزنم. چیزی نمیخواین بگوین؟ ما چرا پس اینجا آمدیم؟ چرا پس اینجا آمدیم؟ نه عذر میکنم. اعلام کنین، مرا اعلام کنین لطفا. کمک کنین لطفا برایتان عذر میکنم. مرا اعلام کنین. بلیوز خدا کمک کنین. اعلام کنین مرا. اعلام کنین. خانم سیفدا بفرمایید. آقا اویگار منتظر شماست. خوش آمدی خانم عزیزم. بسیار خوب سر وقت آمدی. ما به خاطر تو یک خوردنی خوب آماده میکنم. خب حتما گشنه شدی نه؟ دیروزم هیچ چیز نخوردی. امروزم کل روزه در جنگل دویدی. البته هوا پاک است. قدم زدن چطور گذشت؟ حالا بگو برم جانه. تو چه قسم یک مریض روانی هستی؟ خدایا من دیوانه میشم. آرام باش. بیبی کلینا به خاطر گشنگی است. شکر خونت پایین آمده. حال به تو یک خوردنی بسیار خوب آماده میکنم. به خاطر چی میکنی؟ به خاطر چی کارا رو میکنی؟ به خاطر چی؟ گوشته؟ یا که تو مایی میخواستی؟ تو با این بازی های احمقانه ادامه بدی. علی در کل جای منم میپاله. مرا حتما پیدا میکنه. تو رام در گیر پلیس میته. اگه ایره بایدت بیاری باز برات خوب میشه. آدم روانی. علی گفتی. بسیار معذرت میخوایم. یک چیز به یادم آمد. تو چی میکنی؟ خوبش. آی خدای خودت صبر بده. با چشمای مقبولت ببین.
همراهی چی کنی؟ برات عذر میکنم کدام کاری نکنی. نه فعلا هیچ کاری نمیکنم، تو تشویش نکن. او را کشتن نمیتونم، از بین بردن نمیتونم، به خاطر که به یک نفر وعده دادیم. اما اگر کوشش کنه که تو را از پیش ما بگیره، باز درست دم و وقت به وعده خود وفا کردن نمیتونم. در این زندگی هر کسی یک نقطه ضعف داره سیفدا. ایره خو میفهمی که نقطه ضعف من تو هستی. اگر بخوایم امی لحظه علی را کشته میتونم. بیبی در بین دو انگشتم است. اما قدر آسان، اما نمیکشم، تشویش نکن. بله تو خود گوشت پخته شده را زیاد خوش داری نه؟ هنوزم در دست ما یک سر نخ نیست یعقوب. یویگار لعنتی کجاست؟ پیدایش میکنیم علی، پیدایش میکنیم. او را میپالیم بیادر. میپالیم، اما او آدم همیشه یک قدم پیشتر از ما است. از رفت آمدش، تماسای تلفنیش، ملاقاتش، هیچ چیز به دستمان آمد. آقا کورتام میپاله اما یک چیز خوردم نیست. گویا زمین چاک شده باشه او در بینش رفته. این بار با پلان بسیار خوب پیش رفته، واضح است. اگه پلان باشه با سرنخم است یعقوب. او سرنخه باید پیدا کنیم. هر ثانیه‌ای که همراهی آدم کثیف باشه به سیفدا مثل جهنم است. پیداش میکنیم علی، زود یا دیر پیداش میکنیم. بعد از این اویگار رای فرار نداره. بله رای فرار نداره. آخر راه با اویگار مرگش نوشته است. بسیار یک خوردنی مزه‌دار آمده. ها کاکا جان قند ما مرحوم، او هم زیاد ایره خوش داشت. با او هم زیاد آماده کرده بودم سیفدا جان. ایره خو میفهمینه کاکایم در این دنیا یگانه شخص نزدیک به ما بود. تا وقتی که همراه تو معرفی شدم، حال دیگه در زندگیم تو هستی سیفدا جان. تو خانواده ما هستی. مادرت مادر ما است. او بیادرت خسر بره ما است. سینان بیادرم است. و پدر مرحومت. کوکسال مرحوم، تو را بسیار دوست داشتم. روحت شاد باشه. پدر تو پدر مام بود. هوش کنی نام پدر ما به زبان کثیفت نگیری. کلگی را فریب داده میتونی اما مرا هیچ وقت نی. آدم روانی من میفهمم که پدر ما تو از بین بردی. باور کو در بین کارا سخت‌ترین کار احساسات است. ایره خو میفهمینه؟ درست است. بیازو برات نمیگم که بالایم باور کو، اما میفهمم که یک روز به ما باور میکنی. ایره خوب میفهمم. سیفدا وقتی که ما برات میگم نکردیم، پس نکردیم دیگه. ما در زندگی بغیر از تو دیگه هیچ کس ندارم. ایره خوب میفهمینی؟ پس به می خاطر مرا به زور در اینجا نگاه کردی ها؟ ما در تقدیر یک دیگه خود نوشته شدیم عزیزم. کل اینا را به خاطر که بفهمی کردیم. پس کو گفتم. اما نمیفهمی. خیر باشه، یک روز خود فهمیدی. وقتی که از اینجا بریم با هم یک جای باشیم بازو وقت، ایره خوب میفهمی که انسان نمیتونه همراه تقدیر خود جنگ کنه سیفدا جان. بسیار زود از اینجا میریم. بخیر. پاسپورتم آماده است. کل پلانایی را که به خاطر مای اصل گرفته بودم کلش عملی میشه. بخیر. اول با کشتی برای یک چند وقت به یونان میریم. بخیر. دینگ 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 دینگ. اگه از اونجا خوشت نامد بازم لحظه هوب از اونجا به طرف ایتالیا میریم. وقت نانای ایتالیایی رو بخوری باز زیاد خوشت میای. هرچند امروز مجبور هستی که همراه همه دست پخته ما گذاره کنی. حالا دیگه نان ما را میخوریم و خو میکنیم به خاطر که یک سفر طولانی منتظر ماست. من همراه تو هیچ جایی نمیرم. هیچ جایی نه. حیف شد.
زیاد خاص آماده کرده بوده. به هر صورت من کالای خود تبدیل میکنم. باز پس آن حتما یگان چیز دیگه میخوریم. چطور؟ درست است. کل پروازهای خارج از کشور زیر ادارتون هستم متوجه؟ البته همی که به میدان هوایی قدم بانه دستگیر میشه. دمی 4 طرف است. من مطمئن هستم که دمی 4 طرف است. بریم. بله. علی. سیفدا کجاستی؟ اویگار میایه علی. سیفدا. موبایلم از یادم رفته بود. چی شده؟ فقط گفت اویگار میایه. یک بار دیگه زنگ بزن. نمیشه. اویگار میفهمه که سیفدا به ما زنگ زده. باید آدرس ای شماره را پیدا کنیم. پیدا کده میتونی؟ لپتاپم در موتر است. فوراً پیدا سیست بیارش.